سلام دوستان، به بخش فارسی ریاضی سه‌ثانیه‌ای خوش آمدید. در این بخش میخوام تساوی دو تابع رو بررسی کنیم. f(x) مساوی به 4 تا لگاریتم قطر مطلق x و jx مساوی با لگاریتم x 4. قبل از حل این مثال بذار بهتون بگم که زمانی دو تابع مساوی ان که اول دامنه‌هاشون با هم برابر باشن، به دامنه یکسانی داشته باشن، به ازای هر دامنه f(x) مساوی با jx باشه. خب اینجا ما دو تا لگاریتم داریم. اگه شما توجه کرده باشیم ویژگی لگاریتم a در مبنای b داشتیم a باید بزرگتر از صفر باشه، b باید بزرگتر از صفر باشه و b نباید مساوی 1 باشه. این جزء ویژگی لگاریتمه. اینجا که مبنا 10 پس قدر مطلق x باید بزرگتر از چیز ساده ایه. میشه گفت کل اعداد حقیقی به جز صفر. اینم میگیم x4 باید بزرگتر از صفر باشه. اینم همینجور نتیجه میگیریم که کل اعداد حقیقی منهای به جز صفر. دامنه ژ، اینم دامنه f. پس دامنه هاشون برابره. گفتیم به ازای تمام دامنه ها باید fx با jx برابر باشه. ما میگیم 4 تا لگ قدر مطلق x. این بازم طبق ویژگی لگاریتم میشه لگاریتم قدر مطلق x به توان 4. اگه تو باشه تو بحث قدر مطلق داشتیم قدر مطلق x به توان 4 مساوی است با x به توان 4. هیچ فرقی نداره. پس این میشه گفت که نوشت لگاریتم x به توان 4. پس نتیجه میگیریم که این دو تا تابع هم دامنه‌های یکسانی دارن، هم به ازای هر دامنه fx باشه x برابره. پس نتیجه میگیریم دو تا تابع با هم مساوی هستند. بسیار خوب، امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. تا دیدار بعدی، خداحافظ با انرژی بیشتر.